امروز قراره بریم سراغ یکی از مرموزترین نقاط زمین که افسانه یا واقعی بودن اتفاقاتی که توی اون افتاده هنوز مشخص نشده. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خب وقتی میگیم مثلث برمودا در واقع منظورمون این منطقه است. مثلثی بین میامه فلوریدا، جزیره برمودا در وسط اقیانوس اطلس و سن خوان پایتخت پورتوریکو هست. این داستان برای اولین بار از سال 1492 میلادی شروع میشه، یعنی موقعی که کریستوف کلمب با چند تا کشتی نزدیک این منطقه میشه. کریستوف کلمب توی دفتر خاطراتش نوشته وقتی ما وارد این منطقه شدیم قطب‌نما شروع کرد به بازی کردن و با وجود اینکه ما داشتیم به سمت غرب میرفتیم قطب‌نما مرتب شمال غربی رو نشون میداد. یه جورایی قطب‌نما دیگه از کار افتاده بود و درست کار نمی‌کرد. اون نوشته وقتی تو اون منطقه با کشتی داشتیم حرکت می‌کردیم یک نوری رو از دور می‌دیدیم، ولی هر چی می‌رفتیم به سمتش ازمون دورتر می‌شد و یه دفعه هم خاموش می‌شد و دیگه چیزی نمی‌دیدیم. کریستوف کلمب فقط همینقدر حرف زده از این پدیده و دیگه هیچ وقت در موردش حرفی زده نشده تا 114 سال بعد، یعنی سال 1606. در این سال یک کشتی از انگلیس حرکت کرده بود که 150 مسافر داشت و درست داشت از این منطقه میرفت سمت آمریکا، ولی توی این منطقه مثلثی گرفتار طوفان میشه و غرق میشه. با اینکه طوفان در این منطقه اصلاً چیز عجیبی نیست، ولی کشتیرانان بسیاری از این منطقه ترسیدند و اروپاییان که غرق در خرافات بودند خیلی زود این منطقه رو تبدیل کردند به یک منطقه نفرین شده یا به قول اسپانیایی ها منطقه شیطانی. خب در اون موقع یعنی قرن 17 ارتباطات خیلی کمتر از الان بود و خبرها زیاد پخش نمیشد. به همین خاطر پس از مدتی این مثلث فراموش میشه و 175 سال کسی چیزی در موردش نمیگه تا میرسیم به سال 1881 وقتی که یک کشتی انگلیسی وارد این مثلث شده و میره به سمت نیویورک. مسافرای این کشتی میگن یک کشتی دیدیم که تکون نمیخورد و وسط آب سرگردان مونده بود. واسه همین کشتی ما رفت سمتش که بفهمیم چه خبره. که دیدیم کسی توش نیست. چند نفر از این کشتی رفتن تا توی اون کشتی رو بررسی کنن که در همین حین یه طوفان میشه و باعث میشه این دوتا کشتی همو گم کنن. فرداش که دنبال اون افراد میگشتن دوباره همون کشتی رو پیدا میکنن، ولی همون افراد توش نبودن و کشتی خالی بود. نمیدونیم، شاید اصلا یه داستان بوده و اصلا واقعیت نداشته، ولی خلاصه یک نفر این داستان رو توی اون کشتی نوشته. این داستان باعث میشه که مثلث برمودا تو دنیا معروف بشه و کلی داستانهای مختلفی راجبش ساخته میشه که در مورد هیچ کدومشون هیچ مدرکی وجود نداره. تا اینکه میرسیم به سال 1918 که یکی از کشتیهای نیروی دریایی آمریکا داره از سمت آمریکای جنوبی به سمت شمال میره که وارد این مثلث میشه. 300 نفر پرسنل تو اون کشتی بوده، ولی هیچ کس نمیدونه اصلاً چی به سر این کشتی و افرادش اومد. یهو ناپدید شد و هیچ اثری ازش پیدا نشد. این خبر هم تو دنیا ترکید و بعد از اون داستانهایی مثل وجود هیولاها در این مثلث ساخته شد. تا سال 1941 در این سال یک کشتی دیگه مربوط به نیروی دریایی آمریکا که 58 پرسنل داخلش بوده وارد این مثلث میشه و ناپدید میشه. یک ماه دیگه یک کشتی دیگه با 61 مسافر باز هم ناپدید میشه. در سال 1945 از پایگاه نیروی هوایی آمریکا در فلوریدا 10 هواپیمای جنگ جهانی دوم به پرواز در میان تا تمرین هوایی کنند و قرار بود بعد از 3 ساعت برگردن به پایگاه هاشون. اینها وارد مثلث برمودا میشن و مشغول تمرین میشن، اما تمام این هواپیماها با خلبانانشون ناپدید میشن و دیگه پیدا نمیشن. خلاصه بخوام بهتون بگم تا الان که داریم در موردش حرف میزنیم 70 تا از این وقایع تو این منطقه اتفاق میفته که مثلث برمودا رو تبدیل میکنه به یه معمای پیچیده.
اینم باید بهتون بگم که عنوان مثلث برمودا در سال 1964 به اینجا داده شد و گفتن که تمام این حوادث بین میامی و برمودا و سن خوان اتفاق افتاده و هر چیزی که هست توی این مثلثه. در بین این همه داستان سرایی ها یه عده دانشمند مشغول پژوهش شدن. یکی از معادلاتشون خیلی راحت حل شد: علت طوفان ها. اونا متوجه شدن مثلث برمودا قسمتیه که در کنار خلیج مکزیک قرار گرفته و بیشترین طوفان‌ها از اینجا عبور می‌کنن. حل این معما یه جورایی جواب یکی دیگه از معماها بود: سقوط و ناپدید شدن هواپیماها. در قدم دوم اونا تمام اتفاقات و حوادث مناطق کره زمین رو بردن زیر ذره‌بین و حوادث آب‌های مناطق دیگر رو با منطقه مثلث برمودا مقایسه کردند و فهمیدن که این منطقه حوادث زیادی نسبت به آب‌های مناطق دیگه نداشته و از نظر سوانح دریایی مثلث برمودا یک منطقه عادی محسوب میشه. حتی اونا متوجه شدن این منطقه اصلا جزو 10 منطقه خطرناک دریایی دنیا نیست. این اطلاعات بی‌پایه و اساس بودن داستان‌های پیرامون مثلث برمودا رو نشون داد. توی این منطقه مثلثی 50 تا هواپیما، 20 تا کشتی و صدها تن جونشون رو از دست دادن. اما خب این تعداد مربوط به 200 ساله و در اصل این منطقه اصلا جای خطرناکی نبوده و در طی 200 سال این حوادث عادیه. و از طرفی همونطور که قبلا گفتیم بیشتر این کشتی‌ها و هواپیماها نظامی بودن که میتونه قضیه رو خیلی پیچیده تر بکنه. مثلا در سال 1918 ممکنه کشتی نیروی دریایی آمریکایی رو زیردریایی آلمانی زده باشه و اصلا ربطی به طوفان نداشته باشه. در حال حاضر خطرناکترین منطقه دریایی دنیا دریای جنوبی چینه. در این منطقه ترافیک سنگین کشتی‌ها و دریای متلاطم حوادث بسیاری به بار میاره، به طوری که در 10 سال اخیر بیش از 200 کشتی در این منطقه غرق شدن. بهتر اینم بدونید که در 10 سال اخیر در مثلث برمودا فقط یک سانحه اتفاق افتاده. کشتی SS الفارو آمریکایی در سال 2015 وارد این منطقه میشه و گرفتار طوفان میشه و غرق میشه و همه 33 پرسنلش هم کشته میشن، ولی بعد از طوفان تونستن لاشه کشتی رو پیدا کنن. و یه تئوری دیگه هم که هست، میگن اصلا نه اون کشتی ها ناپدید شدن و نه اون هواپیماها، بلکه همه اینها یه فیلم برای فریب مردم بوده و پشت همه اینها CIA بوده و میخواسته تو اون دوران اون منطقه رو ناامن و ترسناک کنه. خب رفقا، این سیر تا پیازی این مثلث معروف بود. اگه ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنید و واسه اینکه ویدیوهای بعدی چنل رو از دست ندید چنل ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.